برای من میگین که چجوری اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا. آدما اعتماد به نفس رو با کارها و تجربه هایی که در زندگیشون میکنن به دست میارن. من توی زندگیم نقاشی میکشم، کتاب میخونم، کتاب روانشناسی میخونم، تراپی میرم، مدیر رستوران هستم، به عنوان بایومدیکال ساینتیست کار میکنم توی بیمارستان، توی سوشال میدیا فعال هستم. به نظر من این خیلی چیز کهنه و پوسیده‌ای از وجود یک انسان که فقط با یک چیز و یک شغل شناخته بشه. این که دنبال تجربه کردن باشی. زندگی یا تجربه است، همینقدر ساده. تهش هر کی باشی، هر بالاترین پست شغلی هم داشته باشی، میافتی و میمیری. و من دوست ندارم با همه حسرت‌های نکرده هم بمیرم. دوست دارم اون زندگی رو اونقدر تجربه کنم، اونقدر بزیم که هیچی ازش باقی نمونه. و فکر میکنم بیشترین چیزی که باعث شده حالم خوب باشه توی زندگیم اینه که تجربه کردم. دنبال تجربه کردم بودم، نه که بقیه چی میگن. زمانی که من میخواستم از کار فول تایم کادر درمانم بیام بیرون، به شدت استرس داشتم. به نظرم بیشترین استرسش این بود که وای الان بقیه چی میگن. در صورتی که نشستم با خودم فکر کردم در دنیایی که بابام ازم خانم دکتر نمیخواست و جامعه ایرانی نبود که وقتی ازم میپرسن که شغلت چیه بگم مدیر رستورانم، قضاوتم کنن. اون موقع انتخابم چی بود؟ ملیکا اون موقع تو چی انتخاب میکردی؟ و جوابم این بود که استعفا میدادم. کار کردن توی محیط آزمایشگاه به طور فول تایم حال منو بد میکنه. من آدمیم که دوست دارم با آدما در ارتباط باشم، مثل همین رابطه که من و تو الان با هم دیگه داریم. به اندازه کارهایی که توی زندگی انجام میدی و احترامی که برای خودت قائلی، اعتماد به نفست میره بالا.